همه آدما مشغول به یه کاری هستن و تو کار خودشون به مرور زمان حرفه‌ای‌تر میشن و سرعت کارشون خیلی میره بالا. امروز قراره این افراد رو با هم دیگه ببینیم که سرعت عملشون به شدت خیلی زیاده و توی کارشون واقعا میتونیم بگیم که استاد شدن. خب بچه‌ها اولین نفر یا خدا اینو نگاه کن. این سیب زمینیه؟ فکر کنم بچه هر نیم ساعت یه 10-20 تا بسته این چیپسو درست بکنه دیگه. واقعا کارش درست بود. این میگن سرعت عمل. بچه نونا رو ببینید چه جور داره. و اینجا نونواهای ما نونواهای ایران بچه شاطر بهشون میگن دیگه. آره خیلی حرفه‌ای ان. مثلا اینجور آردو برمی‌داره، مثلا خمیر آرد چی دارم میگم، خمیر رو برمی‌داره یه دونه میکوبونه روش و اینجور کلا آرد میپاشه و اینقدر تو دستش اینجور تکون میده. واقعا نونواهای ما حرفه‌ای. این سوسول بازی چه طرف اینه چاقوها رو گرفته اینجور داره طرح. شیشه تمیز کرد. آقا من عاشق شیشه تمیز کردم، نمیدونم چه. الان اتاقمو بیان شیشه‌اش ببینی همشون تمیزه، یعنی 24 ساعته داشت شیشه تمیز میکنه. آخه خیلی